توی این ویدیو من توی 400 روز ماینکرافت هاردکور میرم و تمام آرمور تریم های بازی رو جمع میکنم. نازنین ناز نکن، در رو کسی باز نکن. خب آقا خوبش اینه که من 4 تا از آرمور تریم ها که اینا هستن رو دارم و این خیلی کمک میکنه که کار ما خیلی سریعتر پیش بره. اولین آرمور تریم پیلجر اوتپوست، پس خیلی سریع بریم سراغش. ای پرنده مهاجر. خب ببینید اینجا چی داریم. به به، البته اونقدر از خونم دور نبود و فقط امیدوارم که توش باشه آرمور تریمی که ما میخوایم. و یا علی اینا چی میگن، ما گم شدیم و باید که برید کنار و امیدوارم فقط توش باشه. یا خدا ایول. خب خیلی خوشحالم چون دیگه نیاز نیست بریم بگردیم و خیلی سریع بریم سراغ آرمور تریم بعدی. خب آقا من اومدم اینجا برای اینکه شن ماین کنم، اما یهویی یه دونه تمپل پیدا کردم و گفتم که خب چرا که نه برم توش، شاید همون آرمور تریمی که میخوام رو توش پیدا کردم و خیلی جای جالبی هم داشتش. دقیقا زیر زمین بود و جلوشو با سند و شن گرفته بود. و اینجا هم که چه خبره؟ او هیچ مابی توش نیست. جالبه با اینکه همه تاریک بود ولی هیچ مابی توش نیست. بریم توش ببینیم چه خبره و ببینیم که توی چستاش چه خبره. و اولین چست اوکی گلدن اپل توش بود، خوبه، بد نیست حالا. و توی اینکی چیه؟ اوکی این چنده که نه به دردم نمیخوره زیاد. و توی این گلد اپل، وای یعنی نهایت شانسه. ولی خب من اینجا اومدم برای پیدا کردن آرمور تریم و توی این یکی چسته چیه؟ چه آرمور تریمو پیدا کردم، یعنی دیگه نهایت شانسم من. اما این شانسی که داشتم همینجا منو ول کرد، چون که برای پیدا کردن این آرمور تریم هایی که توی کشتیان خیلی عجیب یهو مپم باگ خورد و هرچی کشتی بغلم بود تمام چست هاشو از بین برده بود. یعنی من اصلا کشتی رو لوت نکرده بودم ولی کاملا چست اون کشتی نابود شده بود و همین باعث شد که من برم و کلی کشتی لوت کنم اما هیچ خبری از آرمور تریم نباشه و منو خیلی از کارم عقب بندازه. و همین باگی باعث شد که من یه چیز خیلی عجیب ببینم، اونم یک کشتی روی خاک بود و وقتی رفتم و چست اولو باز کردم در عین ناباوری هیچی توش نبود. ولی اما وقتی رفتم چست دومو باز کردم بالاخره آرمور تریم ها رو توش پیدا کردم و بالاخره این آرمور تریم هم تیک خورد. ولی خب این بدشانسی ها دست از سر من بر نداشت، چون که من مجبور شدم که 7-8 تا اوشن مانیومنت لوت کنم. و شاید بگید که خب چرا؟ چون که هر چقدر گاردین میکشتم اصلا به اون آرمور تریم رو نمیداد و واقعا خیلی اعصابمو خورد کرد و خیلی از زمانم رو از بین برد. اما به هر حال بعد از کلی از لوت کردن اوشن مانیومنت ها یکی از گاردین ها رو کشتم و دقیقا به همین شکلی که میبینید بالاخره اون آرمور تریم کوفتی رو دراب کرد و من بالاخره این آرمور تریم هم توی لیستم دارم. و حالا خیلی سریع باید بریم سراغ آرمور تریم بعدی که اونم توی وودلند منشنه و بالاخره رسیدم بهش رفقا و خیلی واقعا طولانی بود و دهنم سرویس شد ولی بالاخره بهش رسیدم و بریم سراغ این که بگردیم توی چستاش تا سریعا آرمور تریم رو پیدا کنیم. برای فقط اینجا بود که توی اولین چستی که دیدیم و باز کردیم توش یه دونه گاد اپل بود و آرمور تریمی بود که میخواستیم. یعنی این دیگه نهایت خوششانسی و خیلی این صحنه بهمون حال داد و خیلی سرش خوشحال شدیم. و حتی توی چستای دیگه یه دونه دیگه هم پیدا کردم و واقعا توی این وودلند این سری خوششانس بودیم. و اینجا شروع کردم به دنبال آرمور تریم های ترین رینز که دقیقا 4 نوع هم دارن و مسلما قرار زمان بسیار زیادی رو صرفشون کنم. اینجا تونستم که یه دونه دیسک پیدا کنم و بعدش تونستم اولین آرمور تریم رو گیر بیارم و این منو خیلی خوشحال و امیدوار کرد. اینم از دومیش. البته از این نوع دوم 2 تا پیدا کردم که اونم در نوبه خودش خوششانسی جالبی بود. خب اینم از آرمور تریم بعدی که خوشبختانه از آرمور تریم های قبلی نیست و یه آرمور تریم جدیده. اینم از آرمور تریم بعدی که خوشبختانه اینم جدیده.
و اینم از آخرین آرمور تیریم که واقعا دهنم سر سرویس شد و بریم سراغ آرمور تیریم هایی که غول اصلی هن. حالا چرا میگم که اونا غول اصلی هن؟ چون که توی خونه واردنن که واردن اگه نمیدونید یکی از خطرناکترین ماب های ماینکرافته و به راحتی میتونه شما رو بکشه و من چون توی هاردکور بودم خیلی این قضیه رو استرسی میکرد و آرمور تیریم اول رو من خیلی سریع گیر آوردم، اما اون یکی آرمور تیریم که کمیاب ترین آرمور تیریم هم هستش رو اصلا گیر نیاوردم و باعث شد که من 10 تا از این خونه های واردن لوت کنم و دهنم سر سرویس شه. پس خدایی لایک و ساب به ما نمیرسه، خدایی حمایت کنید که از این ویدیوها خیلی بیشتر بذارم و با پروژه های خیلی خیلی بزرگتر. و همین ویدیوهایی که دارید میبینید با سرعت بسیار زیاد هر کدوم کلی از من زمان بردن و دهنم سر هر کدوم سرویس شد. پس حمایت فراموش نشه که کلی ویدیوهای خفن‌تر هم در راه داریم. و انقدر از این خونه ها لوت کرده بودم که دیگه برام واردن مهم نبود و فقط میرفتم و چست باز میکردم تا که توی یک کدومشون اون آرمور تیریم باشه، تا که بالاخره توی این صحنه وقتی اومدم پایین و این چست رو باز کردم توش بالاخره همون آرمور تیریم بود و سریع برداشتم و فقط رفتم. اصلا نمیدونید چجوری فقط رفتم و دیگه هم واقعا بر نگشتم، چون دیگه از هرچی واردن و خونه واردن و آرمور تیریم بود بدم میومد. و اینم کل لوت هایی که به دست آوردم و تازه کلی هاشم بر نداشتم، اما به هر حال مهمترینشون همین آرمور تیریم ها و گاداپلن. ولی برای ساخت آرمور و زیاد کردن آرمور تیریم ها به دایمن نیاز داریم که منم هیچی دایمن ندارم. ولی غمتون نباشه، الان خیلی سریع میرم و جورش میکنم. ولی جدا از شوخی واقعا خیلی زمان برد و من فقط یه تیک هایی براتون گذاشتم که حوصله سربند نشه، ولی واقعا خیلی زمان برد و این شد نتیجه نهایی کار که اینا آرمور تیریم هان و اینا هم آرمور هان. و حالا خیلی سریع بریم سراغ موزه جذابی که قراره برای اینها بسازیم. خب آقا من با بیکن یه همچین جایو کندم که قراره اینجا اتاق بشه و هر آرمور تیریم نسبت به جایی که پیدا شده قراره دیزاین بشه و بدون حرف اضافی سریع بریم سراغ ساخت این موزه جذاب و خفن. براستی همین وسط ها من یه سر رفتم فورترس تا هم بلیز گیر بیارم و هم کله ویدر اسکلتون و هم بلاکای فورترس رو بکنم و در کل نتیجه بسیار خوبی هم داشت. Yeah, everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I never let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone, it's so cold outside, it's so cold. Break down,
Always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or